سازمان معروف حامی حقوق فریدوم ناو 14 اکتبر سال 2023 با نشر یک بیانیه در شبکه توییتر خواستار آزادی بلافاصله و به قید و شرط صاحبکار خوشنام تاجیک و سابق وزیر صنعت تاجیکستان زید سیدوف شد. سبب نشر این اظهارات 3800 شبانه روز شد که زید سیدوف در پشت پنجره پس سر کرده است. 3800 روز قبل مقامات تاجیکستان سیاستمدار مخالف تاجیکستان زید سیدوف را به حبس کشیدند. او برای عزمش برای ساختن حزب سیاسی نو به 29 سال زندان محکوم شده است. ما به آزادی بلافاصله و بی قید و شرط او دعوت میکنیم، گفته شده است در اظهارات. فریدوم ناو و دیگر سازمان‌های حامی حقوق قبلا هم چندین بار با اشاره به انگیزه‌های آشکار سیاسی پرونده زید سیدوف از حکومت تاجیکستان آزاد کردن او را تقاضا کرده بودند. در سال 2018 دو نهاد معتبر سازمان ملل متحد از جمله کمیته حقوق انسان حکم زید سیدوف را غیر قانونی نامیدند و از حکومت تاجیکستان خواستند که او را آزاد کرده برای سالهای در زندان پس سر کرده‌اش به زید سیدوف جبران پرداخت کنند، ولی قرار سازمان ملل را هم در دوشنبه کسی به نوبت نگرفت. بعد امضای سازشنامه سال 1998 بر اساس سهمیه 30 فایزه برای مخالفین جدا شده، زید سیدوف رئیس کمیته صنعت تاجیکستان تعیین شد. زید سیدوف از سال 2000 تا 2006 وزیر صنعت تاجیکستان بود و بعد رفتنش از این مقام شرکت تاج ساختمان را تشکیل داد. این شرکت به یکی از شرکت‌های پیشتاز در بازار ساختمان کشور تبدیل یافت و چندین بناهای محتشم در پایتخت تاجیکستان از جمله دوشنبه پلازا که با 22 قبتش بلندترین بنا در شهر دوشنبه دونسته میشد، بنای نو مکتب رقم 8، مهمانخانه گلستان تور و دفتر مرکزی شرکت تسل را شرکت‌های ساختمانی مربوط به زید سیدوف ساختند. زید سیدوف ماه سال 2013 یک ماه بعد اعلان عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو باز داشت و ابتدا به 26 و در نهایت به 29 سال زندان محکوم شد. خود او بارها بازداشت حکم زندانش را سیاسی نامیده به عزمش برای ساختن حزب سیاسی ربط داده است. سازمان‌های حامی حقوق نیز زید سیدوف را محبوس سیاسی مینامند، اما مقامات تاجیکستان انگیزه‌های سیاسی داشتن حکم او را رد می‌کنند.